آخوندها در پایان پادشاهی محمد رضا شاه 55,000 تا مسجد در اختیار داشتند. باز این رو از قول دکتر میدانی میگویم، این تعداد 55,000 از 200 مسجد آغاز پادشاهی محمد رضا شاه بهش رسیدم. یعنی در طول 37 سال از 200 رسید به 55,000 تا. و این 55,000 تا پر بودن. مسجدها مثل امروز نبودن که مردم فرار کنن از مسجد، میرفتن مسجد. و این آخوندها از همه طرف تغذیه میشدن. دولت، مقامات مختلف دولتی، فقط از یه منبع نبود، بازار و هر جای دیگر. من خودم وقتی رفتم دولت، یکی از اولین صحبت‌هایی که در جلسه هیئت دولت کردن، چه خبره، چند مسجد درست میشه؟ مرتب داشت مسجد درست شد زیر دماغ حکومت. نه، امامزاده سر جاش تکیه، مهدیه، حسینی، همینا بود، هیئت مذهبی بود، مدارس مذهبی شدید همطور که اشاره کردید